اسعد ایدانی استاندار بصره را معرفی کرده بود. آقای صالح میگوید چون قانون اساسی به او اجازه نمیدهد نامزد نخست وزیری را رد کند، ترجیح میدهد استعفا کند. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه در کردستان عراق، همراه ماست. آقای کرباسی، فکر میکنید که این که آقای برهم صالح داره چنین در واقع التیماتومی میده به پارلمان عراق نشان دهنده وخامت اوضاع است، یا اینکه او فکر میکنه که با این کار میتونه در واقع سیاستمداران رو مجبور کنه که نامزد دیگری رو معرفی کنند؟ ببینید، اوضاع امروز عراق بسیار پیچیده هست و تصمیماتی که گرفته میشه همشون در واقع سرنوشت ساز است. آقای دکتر برهم احمد صالح تصمیمی گرفت که اصطلاحاً تمام اون مردم تظاهر کننده و کسایی که معترض هستن به وضع موجود خواستارش بودن. ایشون امروز تصمیم تاریخی گرفت تمام گروه‌ها و حزب‌هایی که در میدان سیاست عراق هستن علی‌رغم میل باطنیشون حتی حمایت کردن از این تصمیم ایشون. حتی این حزب بنا که این آقای ایدانی رو معرفی کرده بود، اون حزب هم حمایت کرد، برای اینکه این خواست مردم بود. الان همین امروز بلافاصله هشتگ هایی در فضای مجازی عراق به راه افتاده است در حمایت از آقای صالح و در واقع این تصمیم شکست دیگری برای سیاست‌های ایران در منطقه و به خصوص در عراق بود، چون می‌دونید که تمام این کاندیدهایی که معرفی می‌شدند در واقع کاندیدهای جمهوری اسلامی بودند، چون این احزابی که اکثریت رو دارند در پارلمان عراق و بیشترین کرسی که هر حزبی داشته باشه اون حزب باید کاندید معرفی کنه و این باعث شده که در واقع سیاستمداران عراقی تصمیم دیگه‌ای بگیرن و آقای صالح با این کارشون هم التیماتوم داد و هم وضعیت وخیم سیاسی عراق رو گوشزد کردن به همه گروه‌های سیاسی. آقای کرباسی، خب اگر برهم صالح استعفا بکنه، نخست وزیرم که عراق نداره، تکلیف چه میشه اونجا؟ ببینید، دقیقاً همین موضوع. تمام این گروه‌ها حرفشون این بود اگر آقای برهم صالح به احتمال خیلی خیلی ضعیف این استعفا قبول بشه، چون فقط ایشون پیشنهاد دادن، یعنی نامه نوشتن و گفتن با این وضع برای اینکه من دچار خطای اصطلاحاً قانون اساسی نشم، من استعفای خودم رو اعلام میکنم، ولی قرار نیست که این استعفا مورد قبول قرار بگیره، چون تمام گروه‌ها و اکثریت حاکم در پارلمان عراق مخالفت کردن و به طور حتم دقیقاً میشه گفت قطع به یقین ایشون دوباره رئیس جمهور عراق خواهند شد. آقای عیاد علاوی پیشنهاد دادن که یکی از پیشنهاد دهنده ها ایشون هستن که به صورت قانونی، چون در قانون اساسی عراق اشاره شده به اینکه رئیس جمهور میتونه برای یه دوره مشخص بعد از استعفای نخست وزیر کابینه رو تشکیل بده تا انتخابات مجدد. پیشنهادی که شده این هست برای اینکه خود آقای دکتر برهم احمد صالح پیشینه اداری دارن و یکی از تکنوکرات‌های خوشنام عراقی و کرد هستند و سابقه دولتداری هم دارن. برای همین این پیشنهاد خیلی قوی هست و احتمال این هست که خود آقای برهم صالح این کار رو انجام بده. این احتمالی هست، ولی احتمال بیشتری هست نسبت به کاندیداهایی که معرفی میشن. ببینید، تمام کاندیداهایی که از طرف این گروه‌های اکثریت که اکثرا شیعه هم هستن پیشنهاد میشه از فیلتر جمهوری اسلامی رد شدن و آقای برهم صالح امروز عملاً در مقابل جمهوری اسلامی وایستادن و در کنار مردم و در مقابل جمهوری اسلامی. این شاید یکی از دستاوردهای این حادثه باشه در امروز عراق. آقای کرباسی، نمیدونم این دو چقدر به هم مرتبط هستن. من از شما میپرسم چون شما در عراق هستید و از نزدیک شاهد تحولات اونجا. اعتراضات در عراق قبل از این دوره اعتراضات آبان ماه در ایران آغاز شد و در اون موقع هم از آنچه دخالت ایران در عراق گفته میشد بسیاری از معترضان شعار میدادند. اما در روزهای در واقع در یک ماه گذشته به نظر میاد حداقل از بیرون که مواضع معترضان در عراق و بعضی سیاستمداران در اونجا علیه ایران تقویت پیدا کرده و شدت گرفته. چقدر ناشی از فقط آنچه دخالت ایران در عراق هست
میتونه باشه؟ چقدرش ناشی از این تعداد کشته هایی که در شهرهای ایران در این دور از اعتراضها رخ داد و تاثیر گذاشته بر سیاست عراق؟ تمام این آیتم هایی که شما فرمودین تاثیر داشته. ببینید همین امروز آخرین آماری که اعلام شده بیشتر از 490 نفر کشته و بیش از 20,000 نفر زخمی در این دوره اعتراضی عراق بوده و نیروهای مسلح عراقی پشت سر هم اعلامیه میدن که ما نیستیم که تیراندازی میکنیم. این گروه‌های شبه نظامی هستند. این گروه‌های شبه نظامی به طور اخص طرفداران جمهوری اسلامی و گروه‌هایی هستند که گروه‌های نیابتی هستند که در عراق جمهوری اسلامی چند سال داره خرج میکنه و با پول مردم ایران داره این گروه‌ها رو اصطلاحاً راهنمایی میکنه، اصطلاحاً کارهای نظامی بهشون یاد میده و کلاً اینا حقوق بگیرای دو طرف هستن، هم دولت عراق و هم ایران برای اونا داره پول خرج میکنه. این سیگنال هایی که هر دو طرف یعنی هم در داخل ایران و هم در داخل کشور عراق به هم دیگه دادن عملاً دلگرمی به هر دو طرف بوده، چون امروز کارزارهایی به راه افتاده در داخل عراق برای اصلا تحریم کالاهای ایرانی و نیامدن همین زائرینی که به عراق می اومدن. شما میدونید که الان تقریبا چند ده روز است که زائرین به وارد عراق نمیشن و امنیتی برای اونها نیست و نقطه میشه گفت پاشناشیل این قضیه اینجاست که تمام این معترضین شیعه هستند. اینا نیروهای سنی یا مردمی نیستن که اهل سنت باشن. اینا خود همون مردمی هستن در کف جامعه عراق که ناراضیان از این همه فساد، از این همه کشتاری که گروه‌هایی که وابسته به ایران هستن در عراق دارن انجام میدن و بیرحمانه به مردم شلیک میکنن. تکتیراندازهایی که دقیقاً مشابه همونی که در ایران رخ داد، در بغداد و در ناصریه و شهرهای دیگر عراق رخ داد. فرزین کرباسی در سلیمانی عراق، متشکرم از صحبت با ما. همچنان در همسایگی ایران و عراق بمونیم. ترکیه به زودی نیروی نظامی به لیبی میفرسته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری گفته دولت حاکم بر طرابلس از آنکارا کمک خواسته. دولتی به رهبری فایز سراج که قبلا هم از آنکارا سلاح دریافت کرده بود. دولت طرابلس که مورد حمایت بخش عمده از جامعه بین‌المللی با نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر در جنگ که مورد حمایت روسیه، مصر و امارات متحده عربیه. خبرنگار ما لیلی نیکفر که معمولا در استانبول با او صحبت می‌کنیم اینجا در استودیو با ماست. لیلی، اول راجع به این توافقنامه همکاری